سلام. میخوام یه خاطره ای رو تعریف کنم از من و همسرم. وقتی که رفته بودیم یه رستورانی، من و همسرم با هم دیگه نشسته بودیم و تولد گرفته بودیم و برای اون میز ما یه مبلغی رو هزینه کرده بودیم و اجاره کرده بودیم و خب رستوران اونجا رو خوشگل کرده بود. بعد یه دختر و پسری اومدن پیش ما و گفتن که ببخشید ما میتونیم روی میز شما بشینیم و یه عکس بگیریم، چون امروز تولد ما هم هستش، تولد پسره بود. گفتیم مشکلی نداره. ما پا شدیم و 10 دقیقه من و همسرم سر پا بودیم و این دختر و پسر نشسته بودن روی میز و داشتن عکس میگرفتن و این 10 دقیقه طول کشید و ما سر پا بودیم. بعد یه مدت گارسون اومد و گفتش که یه میز کناری هست و اون خالیه، میخواید اونجا بشینید تا اینا کارشون تموم بشه؟ ما هم یه نگاه انداختیم و گفتیم اوکی ما میشینیم تا این دختر و پسر کارشون تموم بشه، عکاسیشون رو انجام بدن، بعدش ما میایم میشینیم سر جامون. بعد که ما رفتیم و نشستیم دیدیم که این دختر و پسر اومدن پیش ما، گفتن که شما چرا نشستین روی صندلی ما؟ و من گفتم معذرت میخوام، اصلا نمیدونستم که این صندلی شماست. و دختره گفتش که ما اینجا رو اجاره کردیم و هزینه براش کردیم و شما نمیتونید بدون اجازه بیایید و بشینید روی صندلی ما. و من اونجا بود که انگار یک سطل بزرگ آب یخ ریختن رو سرم و گفتم که چقدر آدما قدر نشناسن. وقتی که شما داشتین روی میز ما عکس میگرفتین و ما چند دقیقه 10 دقیقه سر پا بودیم هیچ اعتراضی نکردیم، ولی شما دارید این کار رو با ما میکنید. به نظرتون حق با کی؟ حق با منه یا با اون دختر خانومی که این کار انجام داد و این رفتار رو با من انجام داد؟ شما قضاوت کنید.